سلام رفقا، شنیدم یه طرح جدید آوردید. بگو ببینم بچه خوشگل، اون طرح جدید چیه؟ خب گوش کنید تا طرحو بهتون توضیح بدم، به شرطی که قول بدید زیاد شلوغش نکنید. شما با این طرح میتونید معدل حسابتون رو افزایش بدید و مبلغ وامو از چیزی که میتونید بگیرید بیشترش کنید، به همین راحتی. ولی یه شرطی داره، بانکو شلوغش نکنید. این همکار دیوونت چی میگه؟ چه نوشیدنی خوش رنگی. تمام حرف اون اینه که شعبه رو شلوغ نکنید. فهمیدین؟ میگه شعبه رو شلوغش نکنین، ولی ما 1000 نفری میخوام بریزیم تو. خب اینطوری که من طرحو توضیح نمیدم، اینطوری به نفع هیچ کس نیست، میفهمی؟ به نفع هیچ کس. بهتر خدمات غیر حضوری انجام بشن تا ما بتونیم به همتون خدمات با کیفیت ارائه کنیم. فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ آره خوب که میخندی، قربون اون خندهاتون برم. حالا که میخوای حضوری بیای، پس باید ببینی نتیجه کار اینه. بازم بیا، این عاقبت کسیه که بخواد بیاد بانک.